به نام خدا، رضا فرخزاده هستم، مدرس ICTL. جلسه 8 آموزش اکسل با رضا رو در خدمتتونم. راه‌های ارتباطیمون مثل هر جلسه روی صفحه می‌بینید. سوالی، پیشنهادی، انتقادی داشتید بفرمایید. من در خدمتتون هستم. خب بریم درس این جلسه رو شروع کنیم. چی کار داریم این جلسه؟ خب لیست کردم اینجا مثل هر جلسه. ببینیم چیا رو می‌خوایم با هم دیگه کار کنیم. اول از اینکه یه موضوعی هستش به نام سورت کردن یا مرتب کردن توی اکسل که این کار رو خیلی خوب انجام میده. باش آشنا بشیم. آسونه، چیز خاصی نداره. فقط در خلالش میخوام یه سری چیزای اضافه توضیح بدم، اونا به دردتون میخوره. خب من بیام شروع کنم. اینجا یه ستون دارم که توش تاریخ میزنم، یه ستون دارم توش دی میزنم، یه ستون دارم توش امتیاز میزنم. خب دیتامو میام، یاد گرفتید دیگه جلسه پیش، کنترل دو نقطه رو اگر بزنید تاریخ امروز سیستم رو میگیره و اینجا درج میکنه و میتونید اینو اتوفیل کنید و بیاد پایین. درست شد؟ وقتی خودش تاریخ درج میکنه، این تاریخ همینطور که میبینید یه مقدار عددی هستش چون راستچین شده و میتونه خودش تشخیص بده. بعد از اینکه رسید به 3.11 میره تو 1.12 و روز رو میزنیم. امروز مثلا سه‌شنبه است. درست شد؟ و بعد این هم اتوفیل میکنیم. دقت کنید اینجا روز تکست هستش و چپچین شده. داریم مرور میکنیم چیزایی که با هم دیگه یاد گرفتیم. پس تکست ها چپچین میشن و اعداد راستچین میشن. و اینجا میایم یه امتیازی میخوایم برای هر روز در نظر بگیریم. خیلی مهم نیست از تابع چی استفاده میکنم، قبلا کار کردیم. تابع رند بیتوین استفاده میکنم. میگم بین امتیاز 10 و 100 برای من یه امتیازی درج بکن. این هم اتوفیل میکنم میاد تا پایین و این هم چون عدد هستش میبینید که چپچین شده. باز یکی دیگه از چیزایی که یاد گرفتیم گفتیم این تابع چون یه تابعی هستش که مدام تغییر میکنه، با هر تغییری که من اینجا بدم این عددها عوض میشه و اگر نخوایم این عددها عوض بشه روش راست کلیک میکنم، گزینه کپی و بعد راست کلیک پیست اسپیشیال و گزینه ولیو رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. دیگه از حالت تابع در میادش و مقدارهای عددیش اینجا باقی میمونه. خیلی خوب. پس یه جدول اینجا درست کردم و دیدید که چگونه توش مقادیر رو وارد میکنم. یه چیزی هم اینجا واسهتون توضیح بدم. ببینید من روزها رو میتونستم اینجا کنترل دو نقطه بزنم، خب، و بیاد اینجا یه روز واسه من درج کنه. من بیام اینو وارد تو فرمت سل بذارم، کاستمش کنم و اینجا از 4 تا دی یا 3 تا دی استفاده بکنم و اوکیش بکنم. ببینید این هم تیوزدیه، این هم تیوزدیه. خب ولی این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ خب دیگه الان یه ذره اطلاعاتتون بیشتر شده. این تکست هستش و چپچین شده و این عدد هستش و راستچین شده. اینم اگر اتوفیل کنم همون اتفاق روش میفته، ولی این عدد هستش بچه‌ها. یه عددیه اینها. ببینید این عدده که داره اینجا به صورت نام روز نشون داده میشه، پس قابلیت های تکست رو نداره. در مقابلش این هم که تکست هستش قابلیت های عدد رو نداره. ولی اینجا مثال من این تکست هستش. پس به این دقت بکنید که دارید رو تکست کار میکنید یا دارید روی مقدار عددی کار میکنید. خب اول بریم سراغ مرتب کردن. توی زبانه هوم یه دونه کلید دارید اینجا که مربوط به سورت کردن و فیلتر کردن میشه. ببینید اول با سورت کردن شروع کنم. سورت کردن از A تا Z داره و Z تو A داره، یعنی از
کوچیک به بزرگ و بزرگ به کوچیک. درسته؟ وقتی رو عددها میاین میگه از کوچیک به بزرگ و از بزرگ به کوچیک، و وقتی روی تکست هستین میگه از A to Z و از Z to A. خب اینجا من میخوام مرتب سازی رو دقت کنیم. من برای اینکه شما واسهتون یه دونه اینا واضح باشه، من میام این یه دونه ردیف رو قرمزش میکنم و بولدش میکنم. پس یادمون باشه 28/11/2020 شنبه و با شماره 36. خب من میخوام اینا رو بر اساس این امتیازی که اینجا دارن مرتبش کنم. پس دقت کنید، میایید خونه ای که قراره بر مبنای اون مرتب بشه. اگه قراره بر این مبنا مرتب بشه میایین اینجا کلیک میکنین. اگه قراره بر مبنای روزش مرتب بشه میایین اینجا کلیک میکنین. و اگر قراره بر مبنای تاریخش مرتب بشه میایید تو یه دونه از خونه های تاریخ کلیک میکنید. اینجا من یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم، سورت رو میزنم، از کوچیک به بزرگ مرتبش میکنم. ببینید 12 21 23 23 31 36. و دقت کنید وقتی این 36 اومده پایین، ببینید حالت قبلیش این شنبه تو ردیف 6 بودش، درسته؟ وقتی که من اومدم مرتب سازی رو انجام دادم اومدش تو ردیف 7 قرار گرفتش. این یعنی اینکه همه اینا با همدیگه حرکت میکنن، یعنی نمیاد فقط این ستون رو مرتب بکنه. و درستش هم همینه. من میخوام روز شنبه که 28/11 بودش امتیازش هم 36 بود مرتب بشه. کلا این جدول میخوام مرتب بشه. پس اگر شما توی جدولی داشته باشین و عناصر اون جدول به همدیگه مرتبط باشن، وقتی مرتبش میکنید همه اون عنصرها با همدیگه جابجا میشن، مگر اینکه خودتون بخواین غیر از این باشه. یعنی چی؟ یعنی بخواین، من یه کنترل زد بزنم، یعنی بخوام فقط این عدد مرتب بشه، اون موقع میام فقط اینجا رو انتخاب میکنم، این محدوده رو انتخاب میکنم، بعد بهش میگم که واسه من بیا یه پیغام میده، میگه میخوای این قسمتی که شما انتخاب کردین و من گسترشش بدم؟ نه، بیا current selection منو مرتب بکن. و وقتی اوکیش میکنید ببینید این 36 میاد پایین و این دوتا نمیاد پایین. این نکته ایه که توی مرتب کردن حتما باید دقت بکنید. خب یه موقع هم هستش من میخوام اینا رو بر اساس روز مرتبشون بکنم. بر اساس روز مرتب کنم یعنی چی؟ یعنی به ترتیب حروف الفبا. فرض کنید اینا اسم اشخاص هستش، میخوام به ترتیب حروف الفبا مرتبش کنم. اون موقع میام مثلا AZ یا ZA رو میزنم، ببینید دو تا فرایدیا، دو تا ماندیا، ساتردیا و به همین ترتیب به ترتیب حروف الفبا مرتبش کردم. یا اینجا میخوام بر اساس تاریخ مرتبش کنم. اینجا هم چون تاریخ هستش حالا میاد میگه که از قدیم به جدید میخواین یا از جدید به قدیم میخواین. من میگم که از جدید به قدیم بزن و یه همچین تاریخی واسه من درج میکنه. درست شد؟ یعنی این بزرگترین تاریخ منه، جدیدترین تاریخ منه. و اگه بخوام مثل حالت اولش بشه میتونم بگم بیا اینا رو سورت کن از قدیم به جدید و این همون حالت اولش. این شد سورت کردن. حالا سورت کردن خودش یه سری آپشن داره. ببینید بچه‌ها، مثلا چی؟ دقت کنید من اینجا رو میام به ترتیب A تا Z مرتب میکنم. خب یا بیام بر اساس Z تو A مرتبش کنم. ببینید فرقی نمیکنه من چه A تو Z مرتب کنم چه Z تو A مرتب بکنم، این دیه خودش رو قاطی نمیکنه. یعنی چی دیه خودش رو قاطی نمیکنه؟ یعنی A B C D E F G، این دیه قاعدتا الان باید بیاد پایین F قرار بگیره، ولی اینجا خودش رو قاطی نمیکنه. درستش هم همینه. این جدول من الان این هدرش هستش، یعنی اینکه بیام اینجا کاستم سورت رو که بزنم، ببینید اولا محدوده ای که انتخاب میکنه محدوده ای هستش که داره مرتب میشه، همون چیزی که متعالی با هم دیگه نگاه کردیم. بعد اینجا یه تیک داره نوشته my data has header، یعنی هدر داره که بله درسته مال من هدر داره. اگر این تیک اینو من بردارم ببینید این رو هم میاره جزو جدول و وقتی بگم که بیا سورت کن ستون B رو
بای ولیوش Z to A، اون موقع میاد این دی هم میاره این پایین قرار میده که این حالت واسه من مناسب نیستش، چون اینجا من الان هدر دارم، ولی ممکنه شما یه جدولی داشته باشین توش هدر نداشته باشین. اون موقع نیازه که حتما کاستم فیلتر رو بزنید و کاستم سورت رو بزنید و بهش بگین که من هدر دارم. این یه مورد. مورد بعدی اینه که خب اومدیم من اینا رو بر اساس حروف الفبا مرتب کردم. خب F رو آورد بالا، ولی بین دوتا F ها کدوم آورده بالاتر؟ اونم شما میتونید مشخص بکنید. خب این خودش به طور پیش‌فرض میاد اونی که به ستون سمت چپیش نگاه میکنه، ولی من میخوام اصلا اونی رو بالاتر قرار بده که امتیازش پایین‌تره یا اصلا امتیازش بالاتره، فرقی نمیکنه. به حال دست خودتون هستش که کدومو میخواین قرار بدین. میام اینجا دوباره کاستم سورت رو میزنم، میگم که دیتام هدر داره، این که هیچ درسته. بیا بر اساس دی مرتبش بکن. ببینید اینجا 3 تا ستونتونم میاره، ستون دیت، دی و اسکور. اگر اینجا هدر رو تیکش رو بردارید، اون موقع اینجا میزنه ستون A، ستون B، ستون C. خب ولی من هدر دارم. خب میگم بیا بر اساس دی اینا رو مرتب کن، ولیوش هم A تا Z باشه. بعد یه دونه دیگه میخوام لول اد کنم، میاد اینجا میگه خب sort by day then by، سپس با بیام بگم بیا با اسکورش مرتب کن. خب اسکوری که ولیوش کوچیکتر باشه اوکی میکنم. پس شد بیا واسه من به ترتیب روزها مرتب کن، یعنی اگر دوتا F داشتم، دوتا FR آی داشتم که جفتشون با هم دیگه برابر بودن، بین اونا حالا کدومو بالاتر قرار بدم؟ میگم بیا بین اونا اونیو بالاتر قرار بده که امتیازش کوچیک‌تره. اوکی میکنم و ببینید ترتیب قرارگیری به این صورت میشه. پس این هم از آپشن های سورت. فکر نکنم چیز خاصی مونده باشه واسهتون. خب یه دونه هم فیلتر دارید اینجا تو همین کلید سورت هم فیلتر، یه دونه کلید فیلتر دارید. وقتی فیلتر میزنید، فیلتر دیگه حتما باید هدر واسهش در نظر بگیرید. این هدر منه. فیلتر میاد چیکار میکنه؟ فیلتر میگه آقا شما بیا اول من بیام اینو مرتب سازیشو بر اساس همون حالت اولش انجام بدم که از تاریخ کوچکتر به بزرگتر باشه که اینا همه چی برگرده سر جاش. خیلی خوب. حالا میام اینجا میگم که حالا که فیلتر زدم، میاد اینجا کنار هر کدوم از اینا یه دونه علامت کشویی باز میشه، کلید کشویی باز میشه که من بیام بتونم اینجا فیلترم رو انتخاب بکنم. سورت رو همینجام دارید، یعنی وقتی فیلتر رو میذارید میتونید از همینجا سورت هم انجام بدید، ولی من با فیلترش سر و کار دارم. میام اینجا و از حالت سلکت آل در میارم، میگم فقط بیا شنبه ها و یک شنبه ها رو به من نشون بده. اوکی. ببینید میاد اینا رو مرتب میکنه و شنبه ها و شنبه، یک شنبه، شنبه، یک شنبه، تاریخ 28 و 29 و 5 و 6 برج 12 اعدادش هم واسم نشون میده. دوباره اگه بخوام به حالت اول برگردونم باید سلکت آل بزنم، اوکیش بکنم که برگرده حالت اولش. خیلی خب اینم شد فیلتر کردن. فیلتر هم میتونید پس با هر پارامتری میتونید انجام بدید. فیلتر کردن ساده بود دیگه، درسته؟ حالا اینجا من یه تابعی رو میخوام واسهتون معرفی بکنم که توی فیلتر کردن بسیار کاربردیه براتون. بیایم ببینیم این تابع قرار چیکار بکنه. ببینید دوستان، من جمع اینا رو اینجا لازم دارم. خب میام یه اتو سام میزنم، خودش میاد محدوده رو انتخاب میکنه، سام 32 تا 3015 اینتر میکنم، درسته 708. اینجا جمع 32 تا 3015 هستش. خب یه نکته، الان من میخوام بیام فیلتر بکنم، بگم بیا فقط واسه من شنبه ها رو نشون بده
خب و یک شنبه ها مثلا. خب اگر اوکیش کنم چه اتفاقی میفته؟ ببینید اولا این سامی که اینجا بعد نشون میدادش بهتون، اولا که رفتش چون اووردش جزء جدولتون. خب چون چسبیده بود به جدولتون. برای اینکه این اتفاق نیفته میتونید این سامو شما بیارین یه دونه خونه پایینتر بزنید که چسبیده به جدولتون نباشه. اون موقع بیاین بگین که فقط یه بار دیگه جمع رو نگاه کنید چنده 708. بعد بیاین بگین آقا مثلا من جمعه ها رو فقط میخوام. اوکی. ببینید باز هم همون 708 رو بهتون نشون میده. خب و این مشکل هستش دیگه، چون من جمع این دوتا رو میخوام 49 و 23 مثلا میشه 50 72 میشه، ولی داره 708 جمع کل رو داره نشون میده. یه نکته دیگر هم دقت بکنید، وقتی اینجا فیلتر میکنید اومده ردیف 1 ردیف 5 و ردیف 12 رو داره نشون میده و بقیه ردیف ها رو واسهتون هایت کرده. شاید جلوتر یه توضیح اگر تو جلسات اون وقت اضافه آوردیم حتما واسهتون در مورد هایت کردن توضیح بدم، ولی چیز خاصی نیستش. خب من بیام اینو از فیلتر در بیارم، دوباره سلکت آلش کنم. اوکی. خب چیکار کنم حالا؟ میام این دفعه به جای تاب سام از تاب ساب توتال استفاده میکنم. می نویسم پس اینجا مساویه ساب توتال. خیلی وقتی ساب توتال رو باز میکنید اینجا میاد میگه که از کدوم تابع ساب توتال میخواین استفاده بکنید، چون تابع های مختلف رو داره. اینا هر کدوم از اینا یه شماره داره، یا باید شمارهش رو بدونید یا از همین جا استفاده کنید، راحت تره. میگیم من میخوام از سام استفاده کنم. خب این از این. بعد یه دونه کاما میزنید تا بره بگه ریفرنسش چیه. ریفرنسش هم همین 32 تا 3015 هستش. درسته؟ پرانتز بسته اینتر میکنم. خب ببینید الان نتیجه همون 708 یعنی با تابع ساب توتال من اینجا همونی رو به دست آوردم که برای جمع به دست آورده بودم. اینا رو من یه ذره کمترش بکنم راحت‌تر میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. خیلی خوب. حالا بیام دیا رو فیلتر کنم، بگم من فقط فرایدی ها رو میخوام. اوکی. ببینید ساب توتال حالا همون کار سامو انجام میده، ولی توی کجا کاربرد داره برامون؟ زمانی که فیلتر انجام میشه. وقتی من دارم فیلتر میکنم به جای اینکه سام تنها بنویسم با استفاده از ساب توتال میتونم جمع اونایی که فیلتر کردم و به دست بیارم. این بسیار فرمول کاربردی هستش، میدونم خیلی جاها به دردتون میخوره. توی فیلتر کردن بسیار کاربردی. بیام اینو بردارم و سلکت آلش کنم. اوکی. این از این. بیام یه نکته دیگر رو واسهتون توضیح بدم. ببینید از این سه‌شنبه، خب من بیام این سه‌شنبه رو برم تا این سه‌شنبه. خب این محدوده رو انتخاب میکنم. خب خوب گوش کنید. اسم این محدوده رو میذارم هر چیزی که دلم میخواد. چجوری؟ با استفاده از این قسمت نیم باکس. خب اسمش رو میذارم first week. خب first week. میام اینجا کلیک میکنم first week. خب بعد اینتر میکنم. you must enter the value first. خب بعد میام این محدوده رو انتخاب میکنم. خب اینم اسمشو میذارم second. اینم اینتر میکنم. خب کاربرد
قسمت نیم باکس رو میخوام بهتون بگم. حالا فرض کنید اینا خیلی زیاده، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، مثلا تا 50 هفته رو مثلا اینجا نشونه گذاری میکنید. خیلی راحت میتونید بچه‌ها اینجا یه تابع بنویسید مساوی سام پرانتز باز. به جای اینکه بگردین ببینید از کجا تا کجا رو میخواین، میتونین بگین سام مثلا فرست رو میخوام. وقتی میزنید اسمشو میاره اینجا و وقتی روش دبل کلیک میکنید اون محدوده رو خودش انتخاب میکنه. فقط دقت کنید اینها هم چون مقدار عددی هستن اینا خودشون یه عددن. وقتی من میگم سام فرست رو میخوام و اینتر میکنم اینجا یه عددی به من میده که شامل جمع اینا هستش با جمع اینا. اینا هم چون خودشون یه عدد هستن و حال میاد اینجا و جمع اینا رو به من میده. حالا شاید بهتر بود که من اینا رو فقط جزء فرست نامگذاری میکردم. خب یا میتونم بگم مساوی سام پرانتز باز مثلا سکند، این سکند، و خودش میره محدوده مورد نظر رو انتخاب میکنه و بعد اینتر که میکنم جمعش رو میگه. یا میتونید از هر تابع دیگه میخواین استفاده بکنید و این نیمه رو صدا بزنید. این نیمه خودش شامل یه محدوده ای میشه. حالا هر اسمی دوست دارین بذارین فصل بهار، بذارید هر چیزی که دوست دارید. پس این نیم باکسه جلسه‌های اول اگر یادتون باشه زمانی که داشتم نیم باکس رو بهتون معرفی می‌کردم گفتم این نیم باکس یه کاربرد دیگه هم داره و اون کاربردش هم الان واسهتون توضیح دادم این جلسه. خب بریم یه قسمت دیگه، یه فرمول دیگه به نام آفست. این هم جزء تبایبی هستش که براتون خیلی کاربردیه و بیشتر هدفم از این معرفی این تابع اینه که بتونید یاد بگیرید از تابع ها تو هم دیگه استفاده بکنید و تابع ها رو به صورت کاربردی تر استفاده بکنید. اینم پاکش کنم دیگه احتیاجی بهش ندارم. خب ببینیم اصلا تابع آفست چی میگه. مساوی آفست، بیایم اینجا ببینیم اصلا آرگوماناش چی هستش. خب ببینید بچه‌ها میگه ریفرنستون چی هستش، یعنی از کجا شروع بکنم. از اینجا شروع کن. اول اصلا واسه بهتون بگم این تابع چیکار میکنه. این تابع میاد بهتون میگه آقا از یه خونه شروع کن، به من بگو من چند تا برم جلوتر عدد اونو بهتون برگردونم. کاربردش هم الان بهتون میگم. حالا بذارید اول مثال ببینیم. میگم ریفرنس هم 32 هستش. میگه چند تا ردیف برم پایین. میتونید بگین 1 2 3 4 تا برو پایین. پس 4 تا برو پایین. میگه چند تا ستون برم اون ورتر. نمیخوام چند تا ستون بریم اون ورتر، هیچ، صفر. ستون هم صفر. و بعد اوکیش میکنم. انتظار داریم چی رو برگردونه؟ بله 36. پس گفتم آقا از این 32 شروع کن، 1 2 3 4 تا برو جلوتر عدد 36 رو به من برمیگردونه. خب حالا چرا این تابع رو واسهتون مثال زدم؟ میخوام توی این تابع الان از یه تابع دیگه، از یه فرمول دیگه استفاده بکنم. کاربردش چی هستش؟ دقت کنید. یه موقع هستش من احتیاج دارم که همیشه مقدار آخرین خونم رو بدونم چی هستش. حالا یا یه عدده یا یه تاریخه یا یک روزه. میخوام بدونم مقدار آخرین خونم چی هستش. حالا بیام اینو روی این روز استفاده کنم یا نه بیام رو همین استفاده کنم که سختتون نباشه. خب میام می نویسم مساوی آفست. این مقادیر رو پاک میکنم. این تابع آفست. خب ریفرنس هم چی هستش؟ از همینجا شروع میشه. خب میگه که چند تا ردیف برم پایین. قرار شد چند تا ردیف بریم پایین. ببینید الان من میدونم باید 14 تا ردیف برم پایین. خب ولی الان که دارم میدونم 14 تا ردیف برم پایین که به دردم نمیخوره. من میخوام آخرین خونه رو به دست بیارم. خب پس چند تا برم پایین بچه‌ها به نظرتون؟
به نظرتون از چی استفاده کنم؟ بله، تابع کانت. میام اینجا تابع کانت رو استفاده میکنم. کانت پرانتز باز 32 تا 3015. درست شد؟ خب چند تا ستون برم اون ورتر؟ ستونشون همون 0. خب حالا اولا که 32 تا 3015 نه، 33 تا 3015، چون گفتیم که از خونه بعدش میخوایم بشماریم. خب ببینید فرق نمیکنه. الان نتیجه چی به من میده؟ بله، آخرین خونه رو به من میده. میتونستم یه کار دیگه هم بکنم. چیکار کنم؟ بیام اینجا بزنم همون 32 تا 3015 منهای 1، یعنی کل ریفرنس هم هر چقدر بودش یه دونه ازش کم کنم، بازم همون 21 رو به من میگه. دقت کنید من اینجا اگر این تابعمو بردارم بیارم بذارم اینجا این فرمولمو، خب من اگه به جای 32 تا 3015 عدد 32 تا 350 می نوشتم، بازم این 21 رو به من برمیگردون. چرا؟ چون این میاد کانت میکنه 32 تا 350 رو یه دونه هم ازش کم میکنه، چون از خود 32 شروع شده. اگر از 33 شروع میکردم لازم نبود یه دونه ازش کم بکنه و آخریش رو به من نمایش میده. حالا اگر این آخری مثلا این 4 تا رو نداشتیم، دلیتش میکنم. ببینید بازم آخری رو داره به من برمیگردونه. اگر اینا رو هم نداشتم بازم آخری رو به من برمیگردونه و اگر اینم نداشتم بازم آخری رو به من برمیگردونه. پس یه بار دیگه فرمول رو با هم دیگه بررسی کنیم. مساوی آفست پرانتز با C2، یعنی از خونه C2 شروع کن. بعد میگه چند تا ردیف برم پایین، میگم آقا کانت کن، یعنی بشمار از 32 تا 150، یعنی برو تا 350، اصلا برو تا 30500، تا هر چند تا دوست داری برو پایین. خب یه دونه فقط ازش کم کن و چند تا ستون برم جلوتون. مثال ما اینجا 0 و میبینید که آخرین عددی که اینجا قرار داره رو بهتون برمیگردونه. امیدوارم خستتون نکرده باشم. جلسه 8 آموزش اکسل با رضا. 2 جلسه دیگه بیشتر با هم نداریم. امیدوارم که اکسل یاد گرفته باشین، ازش استفاده کنید و توی زندگیتون به کار ببرینش. تا جلسه دیگه، خدا نگهدار.